سلام، به دومین قسمت از سریال کپی رایت در موسیقی از پادکست سرناد خوش اومدی. قسمت قبل گفتیم که کپی رایت یعنی چی و چه حقوقی به هنرمند میده. حالا بیاییم کمی عقب‌تر بریم. مثلا به قرن 18. بله، اگه باور نمی کنی این جمله رو گوش کن. کنگره اختیار داره که برای ارتقاء پیشرفت علم و هنر حقوق انحصاری نویسنده ها و هنرمندها رو برای یک مدت محدود تضمین کنه. این جمله از بند 8 بخش 8 ماده اول قانون اساسی ایالات متحده اومده. یعنی از همون اول محافظت از آثار هنری موضوع جدی بوده. اولین قانون جدی کپی رایت در آمریکا سال 1909 تصویب شد. اون موقع تمرکز قانون بیشتر روی کتاب، نقشه، نمودار و آثار نوشتاری بود. ولی موسیقی هم توش جا داشت. و از همونجا حق تکثیر و توزیع و انتشار برای آهنگا هم در نظر گرفته شد. اما دنیای موسیقی خیلی سریعتر از قانون جلو رفت. در سال 1976 قانون کپی رایت آمریکا کاملا بازنویسی شد. معروف به The Copyright Act of 1976 و از سال 1978 به طور رسمی اجرا شد. از اون موقع تا الان این قانون هنوز هم پایه اصلی محافظت از آثار هنریه. درسته که اصلاحاتی توش انجام شده، ولی همون قانون 76 همچنان فعاله. حالا یه سوال مهم. چی اصلاً اثر مشمول کپی رایت محسوب میشه؟ آیا هر چیزی که خلق میکنی شامل قانون میشه؟ نه دقیقاً. یه شرط مهم داره. اثر باید اصیل و ثابت شده باشه. اصیل یعنی چی؟ یعنی خودت خلقش کرده باشی. از یه اثر دیگه کپی نکرده باشی. ثابت شده یعنی چی؟ یعنی توی یه مدیوم ملموس ذخیره یا ثبت شده باشه. مثلا یه ملودی که تو ذهنت داری هنوز مشمول کپی رایت نیست. ولی اگه ضبطش کنی یا بنویسیش روی کاغذ، اون موقع اثر ثبت شده حساب میشه و محافظت میشه. قانون کپی رایت 8 دسته اثر رو تحت پوشش قرار میده. اینم یه لیست کوتاه که شاید براتون آشنا باشه. 1. آثار نوشتاری مثل کتاب و مقاله. 2. آثار دراماتیک مثل نمایشنامه‌ها. 3. آثار گرافیکی و تصویری مثل لوگو، عکس، طراحی جلد. 4. آثار موسیقایی. 6. آثار سمیعی بصری مثل فیلم، موزیک ویدیو. 7. آثار معماری. 8. حرکات موزون و رقص. جالبه بدونی حتی طراحی رقص یا حرکات نمایشی هم تحت کپی رایت محافظت میشن. نکته خیلی مهم اینه که ایده ها قابل محافظت نیستن. یعنی فقط ایده یه قطعه پیانوی غمگین کپی رایت نمیگیره. ولی اگه همون ایده رو تبدیل به یه آهنگ مشخص با ساختار و نوت و شعر کردی، اون اثر میتونه ثبت بشه. پس همیشه یادت باشه کپی رایت از ایده محافظت نمیکنه. از بیان مادی شده اون ایده محافظت میکنه. توی قسمت بعدی قراره بریم سراغ یکی از سوالهای اصلی همه موزیسین ها.
چطوری ثبت رسمی کپی رایت انجام میگیره و چرا اصلا باید این کارو بکنی. قول میدم براتون جذاب باشه. ممنون که با ما بودین. اگه این پادکست براتون مفید بود، اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین. و مثل همیشه منتظر سوال‌ها و نظراتتون هستیم. فعلا تا اپیزود بعد.